امروز قرار داریم در شهر خوجند بسیار خود را کوفتید و بالاخره یافتید که مثلا چی برای شما خلایتر است. من تا دیروز وقتی بلاگر میگفتن من شرم میداشتم. یکشنبه مراتب میخواستید که فیلم نوار برداری کنید. تپه خودمان رو تعریف میکنیم اما با کوی بزرگ دیگران کاردار نمیشویم. هست کانتنتی که از بلاگران تاجیک برای شما پسند است. رفتار فچی بعضن بلاگرها خوش. من خیلی ناراضی هستم. از مابین مردان در تاجیکستان یگان نفر چنین اعضایان یعنی که ابونه در اینستاگرام ندارد. در حیات ما نگفتیم در ما ابونه شوید. با نزدیکی در صفحه شما یک برنامه هم پیدا شد با سید مراد دولتов. مقصد ما و ما که صاحبکارا چشمش کشوده شود. چیزهایی که شما میگوید اینها لایحه‌های کلان هستند. به‌واسطه مبلغ طلب میکنند. کم و بیش یوتیوب ما برای ما مبلغ میآورد. خوش. همین قدری که خودمون کشال میدیم. با سرآینده‌های ما چگونه مناسبت دارید؟ بیشتر محسن چاوشی گوش میکنم. اولین نوار شما در یوتیوب چگونه بود؟ ما تمام تکنیک داریم تا حال با تلفن ثبت میکنم. چقدر شما در یک ماه از یوتیوب کار میکنید؟ مادرم دائما میگفت بچه‌ام اگر با پول دوستی کردی در تو آبروی نمیماند. شما چگونه استراحت میکنید؟ در ماشین بودم یک نامه اومد میخوندم در درون همون ماشین آبی دیدم میریزد مردم میگن که این احساسی شده است. دیلوار سفر فلک روانشناس پسیخولوگ هم است. بعضا نفر که می رقم رو پیدا میکردن هر لحظه زنگ الو همین پیشکم خوراک نخورسود است چیکار کنیم؟ تمام چیز میپرسد.